عده این انتظاری زن بعد جدایی از شوهر با سبب وفات و یا طلاق و یا خلع و یا فسخ. بنابراین ازدواج این زن به شخص دیگر جایز نیست مگر بعد آخر رسیدن مدت عده. و حکم عده به هر زن طلاق شده واجب است. دلیل قول الله تعالی است که فرمود و آن زنان که به آنها طلاق داده شد باید نفس خود را تا 3 حیض یا 3 طهر انتظار کنند. سوره بقره آیه 228. و به زنی که شوهرش وفات کرده است نیز انتظار شدن واجب است. الله سبحانه و تعالی فرمود و کسانی که از شما بمیرند و زنان را بگذارند باید که زنان خود را 4 ماه و 10 روز انتظار کنانند. سوره بقره آیه 234. و بر زنی که در عده است واجب است که در خانه شوهرش بماند. بر او جایز نیست که از خانه بیرون شود مگر در حالت ضرورت. این مسئله چند جانب دارد. عده زن بیوه‌ای که شوهرش وفات کرده است اگر حامله باشد پس عده او همان وقت حملش است و با تولد کردن مدت عده‌اش به پایان میرسد. و اگر حامله نباشد پس مدت عده‌اش 4 ماه و 10 روز است. عده زن طلاق شده اگر حیض ببیند مدت عده‌اش 3 حیض و یا 3 طهر است. و اگر وقت معین از حیض ماند پس مدت عده‌اش اینچنین 3 حیض است. لیکن اگر حیض نمیدید پس مدت عده‌اش 3 ماه است اگر چه خردسال باشد و یا کلانسال. و اگر حامله بود پس مدت عده‌اش همان وقت حملش است که با تولد کردن مدت عده‌اش به پایان میرسد.